چه میگویی بیرایی ولی درگی جای گپو یا وقت مسافر دوستی بچه کورا میخوابیدن که بچه‌م بنده کی میشه؟ اومدی کی میشه؟ در کجا حال این گپو دیگه برای ما رو افسونه شده است خودک فقط خورد و بزرگش در دوستش تلفنو چون میکنه فقط هم کامپیوتر ایگرا بعد گذشتن این سالها ابو یوسف القاضی قاضی القضات خلافت اسلامی شد شاگردای هم استاد و شاگردای خچا گرفت در همه جا قاضی تعیین کرد امروز میبینی که ماوراءالنهر همه حنفی بچه هندوستان و پاکستان همه حنفی او طرف عراق و عراقین همه حنفی شام اکثرش حنفی ای حساب اینو مرده که ای حساب خدمتوی نمی جوان مرده پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما هست. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات حتما در رقم های ما در تماس باروید. هم سبب افتخار دنیا شای انشاءالله هم سبب نجات و سعادت سربلندی فردا روز قیامت همین آدم داخل داره سعی کنه که وقتی خدای تعالی نعمت داد شکرگزاری نعمت رو به جا بیاره لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکرگزاری نعمت نکردی خداوند عزیز زیادتر تو میده ولئن کفرتم این عذابی لشدید اما اگر کفران نعمت کردی به قدر نعمت الله نرسیدی حضرت خداوندی میگه عذاب ما بسیار سخته حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بسیار ثروتمند بود حضرت این فابریکه خزبافی داشت یکی از ثروتمندترین مردای اون زمان و اون دیار خودش بود شاگردا را تعلیم میداد به خاطر الله همون یکی از شاگرداش بعدا ابو یوسف القاضی مرد خدا و همین درجه ها رسید میگه پدرش پسر کلونیش میرسن ابو یوسف یه روز پدرش اومد که حضرت این بچه برای جواب دید زورم نمیرسد بیا در زندگی حتی یردم ممکنه میگم که بیا یردم ممکنه قناتم شود که روزگار زندگی را تامین کنه که زور میگه نرسیدیسته مقصد این راست کشم و به خودمون فضولیت کردن نمیتونه و حضرت بود که ابو اسحاق به خاطر الله بود بچه را چقدر نشد این را گفت از همین وجوهاتش معلومه که آدم بزرگ میشود اما سولوکی نکوست از بهارش پیداست این غیرتش اگر همین غیرت کتی بخونه این بسیار شخصی نجیب میشود و بعد میبینی بعد فایده و منفعت این را میبینی همین را چقدر نشد غرغر کرده و آتش اومد برفت میگه من میگم همون وقتی خستانده تا که بچه‌م تای کوپشه در قسمت موندگی مونده بعد در پدرم که آرام بگیره در تای کوپشه با روایت هزار با روایت صحیح‌ترش 100 دینار بوده است 100 دینار حتی درست‌ترش همین 100 دینار بگیریم 1000 دیرهم میشه وقتش 100 تنگه طلا 20 دینارش و پول امروزه $2000 میشه حساب کنید معلومه که درس رو دسته طلبه خشد رو دسته او دید که این آینده داره این شده انا اگه همون خراجات کرده هم تعلیمش داده هم زندگیش تامین کرده انا اون را بوده که چی یک نتیجه بزرگی داد این شاگرد مذهب امام اعظم ابو حنیفه را که فقط در همین عراق بود در تمام دنیا منتشر کرد بعد گذشتن این سالها ابو یوسف القاضی قاضی القضات خلافت اسلامی شد شاگردای هم استاد و شاگردای خچا گرفت در همه جا قاضی تعیین کرد امروز میبینی که ماوراءالنهر همه حنفی بچه هندوستان و پاکستان همه حنفی او طرف عراق و عراقین همه حنفی شام اکثرش حنفی ای حساب اینو مرده که ای حساب خدمتوی نمی جوان مرده یه روز میگم دوره هارون الرشید بود که همه خود دوره استاد دیگه صحبت کرد او چی صحبت کرد که هم دنیا ما خورنده است هم ما آخرت ما این مرد هم زندگی ما تامین کرده هم
قیامت مقصد که برای اومده کرده است که ابو یوسف شی نه که این مردی خدا را در همین مذهب بسیار خدمت عظیم کرد. تصور کنه که مردی خدا را ببینه که شاگرد او قدر دستگیری میکنه و مقصد که کوشش میکنه که تعلیم بگیره. آخه ما و شما پدری یا وقتو پدرو اشور نمیتونن که بچم کنم روزنامه تبلیغ چه میگویی یا بیداری ولی درگه جای گپ یا وقت مسافر دستی بچه کورا میخوابیدن که بچم بنده کی میشه؟ اومدی کی میشه؟ در خجا حال این گپا دیگر برای ما رو افسانه شده است. کودک فقط خورد و بزرگش در دستش تلفن چون میکنه فقط هم کامپیوتر ایگرا ایش دا ایش کشد میکنه ایش دا ایش کشد میکنه این طریق تعریف هر یک خلق ملت همین زبطوی زبپسش فرزندو شد فراموش نکنید. قوم رو سرمایه ای صاحب هنر نیست از نقد قماش و سیم زن. هیچ ملت بایگریش از زوریش با اونم با پول و مال دنیا حساب نمیکنن. مال او فرزندهای تندرست دماغ و سخت کوش و چاق و چست قدر نداشته باشه، فرزندهای خوب نداشته باشه، همون مال خودش بیگانه ها غارت میکنن میگیرن میبرن. سعی کنیم اصلا این محفیل خیلی که در دیوار میشه خاطر اون است که حقی را که خدای تعالی در زمان گذاشته است، حقی را که شریعت در زمان گذاشته است، حقی را که همون فرزندک در زمان داره همون را ادا کنیم. بفهمیم که همون فرزند در زمان ما چه حق و حقوق داره. سبحان الله. حضرت حکیم سنایی غزنوی میگه ماها باید که تا یک پنبدانه زاب خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. برای اون که همین پخته پیدا شود او پخته را بچینن رشتهش کنن ببافن که برای یک جوانمرد یک لباس شود زینت شود یا برای یک شهید کفن شود. ماها خدمت دهقان در کاره باید جان بکنه، مقصد که شدگار کنه و بکاره و ببینه و نگه بینش کنه و را بچینش. عصرها باید که تا یک سنگ خوره ز آفتاب لعل گرده در بدخشان یا عقیق در یمن. برای اون که یک سنگ لعل شود، عقیق شود، سنگ قیمت بار شود، عصرها در کاره اگه آفتاب میتوبه، برون میزنه، شمال میوزه، در شرایط وضعیتی فوق‌العاده بعد میبینی که اون کریستال شده، مقصد که یک فایده و منفعتی به مردم آورد. امرها باید که تا یک کودک از لطف طبع عالی میگردد نکو یا فاضلی در انجمن. برای که یک کودک خدمت جامعه را و خدمت دین کرده بتونه، امرها در کاره. پدر و مادری به غیرت بهیمت در کاره، استادای به غیرت بهیمت در کاره، اطرافیای به غیرت بهیمت در کاره که او فرزند قدر شود و فایده و منفعتش به جامعه اسلامی برسد. با دو خدمت در راه مقصود نتوان زد قدم، یا مراد دوست باید یا مراد خویشتن. هر کاری را میکنی میگه به خاطر الله در قبله در سجده کردن نمیشود. به خاطر دنیا و به خاطر مخلوق کردی به هیچ جا نمیرسی، به خاطر الله. انشاءالله همین محفل و معرکه امروزه میگم که به خاطر الله هست. مردم خوب و صالح جمع اومدن، خداوند مبارکش بگردونم. خبریاری طفلک از جمعی بلو گزند و حفظ خداوند و فرزند خوب و صالح خالد